404 میتونه یکی از دارکترین سالهای اقتصاد ایران باشه اگر فروش نفت قرار باشه به زیر 500,000 بشکه برسه. این رو باید به همه مردم ایران اطلاع رسانی کنید. زمانی که برجام پذیرفته شد ما از 1.5 میلیون بشکه نفت در روز به بالای 2.5 میلیون هم رسیدیم. این دوران ثبات ارزی ما بود. درآمدهای نفتی زیاد بودند و نرخ ارز سرکوب میشد. تاکید میکنم سرکوب میشد. نرخ اقتصادی ارز چیز دیگری بود. اما ترامپ از برجام میزنه بیرون در 97 و ایران هم در چندین مرحله تعهدات خودش رو کم میکنه و تحریم ها شدیدتر میشن. همین موضوع 2.5 میلیون بشکه نفت در روز رو میرسونه به زیر 500,000 بشکه نفت در روز. این موضوع باعث میشه که تورم زیر 10% سالهای 95-6 به بالای 30% و بعدش به بالای 45% برسد. دوران بایدن و دولت آقای رئیسی و انتهای دولت آقای روحانی با فروش 1.5 میلیون بشکه نشون داد که دردی از تورم نمیتونه دوا کنه و کسری‌های متعدد از طریق رشد پایه پولی که توی پست‌های قبل‌تر توضیح دادم نقدینگی کشور رو تقریباً چندین برابر کرد. همین موضوع کریدور تورمی ایران رو جابجا کرد و اگر قرار باشه فروش نفت ما به زیر 1 میلیون و سپس زیر 500,000 بشکه برسد، چه بسا تورم 40% شبیه کف تورم 8% سال 96 باشد. در پناه حق باشید، جزئیات نقدینگی دیگر بماند.